سلام رفقا، به یه ویدیوی دیگه از کافه هنر خوش اومدین. امروز میخوایم درباره یه هنرمند مدرن صحبت کنیم. پابلو پیکاسو. پابلو یه عمر طولانی و پرماجرا داشت. جنگ جهانی رو دید، برق، تلفن، تلویزیون، ماشین و هواپیما اختراع شدن و پابلو هم باهاشون تغییر میکرد. پیکاسو، هنرمند اسپانیایی، یکی از مهمترین چهره‌های قرن 20 بود و تو کارهای مختلف هنری استاد بود. همیشه دنبال ایده‌های نو بود و وقتی توی سبک جدید استاد میشد میرفت سراغ یه چیز جدید. برای همین بود که سبک نقاشیش بیشتر از هر هنرمند دیگه‌ای تغییر کرد. برخلاف خیلی از هنرمندا، پیکاسو زود معروف شد و خوب بلد بود چطور توجه‌ها رو جلب کنه. از 9 سالگی نقاشیاشو میفروخت و وقتی 91 سالگی فوت کرد، پولدارترین هنرمند تاریخ بود. با کاراش پیام‌های مهمی درباره سیاست، جامعه، صلح و عشق میداد. مثلا کبوتر رو به عنوان نماد صلح معرفی کرد. هنر پیکاسو میتونست جدی، شوخ، واقعی، ساده یا پیچیده باشه. جالبه بدونید وقتی بچه بود مثل بزرگترا نقاشی میکرد، ولی هر چی پیرتر شد دلش میخواست بیشتر مثل بچه‌ها نقاشی کنه. پیکاسو سال 1881 در اسپانیا به دنیا اومد. قبل از اینکه حرف زدن رو یاد بگیره، نقاشی میکرد. گاهی روی ماسه، گاهی بدون برداشتن مداد از روی کاغذ، حتی با کاغذ و قیچی هم این کار رو انجام میداد. و از بچگی به همراه پدرش به تماشای گاوبازی میرفت و اولین نقاشیش هم صحنه گاوبازی بود که توی 8 سالگی کشیده بود. همه فکر میکردن پابلو نابغه نقاشیه و حقم داشتن. پیکاسو 2 خواهر کوچیکتر داشت، اما متاسفانه یکی از خواهرایش توی کودکی به خاطر بیماری دیفتری از دنیا رفت. مرگش ضربه بزرگی به خانواده بود و پیکاسو تا آخر عمرش از مرگ میترسید. وقتی پابلو 13 ساله شد، اولین نمایشگاهش رو برپا کرد. تا اون موقع پدرش فهمیده بود که پیکاسو تو نقاشی ازش بهتره. پدر پابلو که دید پسرش از خودش بهتر نقاشی میکشه، همه قلم‌ها و رنگاشو داد به پابلو و خودش دیگه نقاشی نکرد. بعدش خانواده رفتن بارسلون، شهری پر از هیجان و هنرمند. پابلو 14 ساله بود که رفت به یه آموزشگاه هنری، همون جایی که پدرش درس میداد. ولی پابلو خیلی باهوش بود و مستقیم رفت سر کلاسای پیشرفته. استاداشو هم حسابی شگفت زده کرد. وقتی 16 ساله بود، نقاشی علم و خیریه رو کشید که پدر و خواهرش مدلش بودن. این نقاشی اونقدر واقعی بود که توی نمایشگاه مادرید جایزه گرفت و پابلو بهترین نقاشای اسپانیا رو شکست داد. همه فهمیدن که آینده درخشانی داره. پابلو رو فرستادن مادرید تا تو بهترین آکادمی هنر درس بخونه. ولی اون زیاد سر کلاسا نمیرفت، چون معتقد بود کپی کردن نقاشی‌های دیگران فایده نداره و قدیمی شده. بیشتر وقتش رو تو کافه ها میگذروند و عاشق موزه هنر پرادو بود، جایی که آثار استادای بزرگی مثل الگرکو و گویا رو میدید. با رسیدن زمستون، پابلو آموزشگاه رو ول کرد و رفت به یه روستا. اونجا کلی فکر کرد و تصمیم گرفت مسیر زندگی خودش رو بسازه. برگشت بارسلون و با یه گروه از نقاشا و نویسنده ها تو کافه‌ای به اسم 4 گربه دوست شد. اونا اسم خودشونو گذاشته بودن مدرنیست، یعنی هنرمند مدرن. سال 1900 پابلو اولین نمایشگاه انفرادی خودشو توی همون کافه برگزار کرد. بیشتر از 50 پورتره از دوستاش و خانواده و کلی نقاشی دیگر رو به نمایش گذاشت. یکی از نقاشی‌هاش برای نمایشگاه جهانی قبول شد و این همون بهونه‌ای بود که پابلو لازم داشت تا بره پاریس. پابلو با دوستش کارلوس رفتن پاریس. پول نداشتن و خونه‌شون هیچ وسیله‌ای نداشت. برای همین پابلو روی دیوارها، مبلمان و قفسه کتاب نقاشی کشید که خونه‌شون خالی نباشه. مهم این بود که توی پاریس بودن، مرکز مد و هنر دنیا. پاریس پر از زندگی بود و پابلو هم پر از انرژی. اونجا میتونست کارای مونه، دگا، سزان، ونگوک و گوگن رو ببینه. نقاشی‌های پابلو هم رنگارنگ شدن مثل خود پاریس. 2 ماهی منظره‌های پاریس رو کشید و 3 نقاشی پاستل از گاوبازی فروخت. این موفقیت‌ها دلگرم کننده بود. پابلو عاشق پاریس بود.
ولی دوستش کارلوس که نامزدش ترکش کرده بود دل شکسته بود. برای همین پابلو و کارلوس برگشتن اسپانیا. بعدش پابلو رفت مادرید و به راه اندازی یه مجله هنری کمک کرد و براش کاریکاتور میکشید. پابلو کارلوسو که هنوز خیلی افسرده بود تنها گذاشت. مدتی بعد کارلوس به پاریس برگشت ولی کاملا سرگردون و گیج بود و در نهایت فوت کرد. مرگ کارلوس ضربه بزرگی به پیکاسو زد. شاید خودشو مقصر میدونست که دوستشو تو شرایط بد تنها گذاشته بود. مرگ کارلوس رو نقاشی‌های پیکاسو هم تأثیر گذاشت. اون 2 صحنه غم‌انگیز از مراسم تشییع جنازه و 2 پورتره از چهره کارلوس بعد از مرگش کشید. بعدش شروع کرد به نقاشی با رنگ آبی. تو سال 1901 پورتری از خودش کشید که بیشترش آبی بود و خیلی غمگین به نظر می‌رسید. به این دوره میگن دوره آبی پیکاسو. چی باعث شد پابلو از دوره آبی دست برداره؟ یکی از دلایلش برگشتن همیشگی به پاریس بود. جادوی پاریس شادش کرد و شروع کرد به کشیدن نقاشی‌های رنگارنگ از تردست‌ها و بندبازهای سیرک. دلیل دیگه‌اش پیدا کردن یه دوست جدید بود. یه نقاش زیبا به اسم فرناندو اولیویه. خوشحالیش تو نقاشی‌هاش پیدا بود و به این دوره میگن دوره صورتی. پابلو و فرنانده توی مجتمع بزرگ و قدیمی زندگی می‌کردن که پر از نقاش و شاعر بود. اتاقشون رطوبت داشت و همیشه شلوغ بود چون پروژه‌های زیادی داشتن. پابلو دوست داشت شبا زیر نور چراغ نفتی کار کنه و اغلب تا 5-6 صبح بیدار بود. پابلو تو پاریس با آدمای جالبی آشنا شد و اونا هم فکر می‌کردن پابلو آدم جالبیه. یکی از آشناهاش گرترود استاین یه زن پولدار آمریکایی بود که زود فهمید نقاشی‌های پابلو چقدر ارزشمندن و چند تاشون رو خرید. شنبه شبا تو خونه گرترود شاعرها و نقاشا دور هم جمع می‌شدن. اونجا بود که پابلو با هانری ماتیس آشنا شد. پابلو فکر می‌کرد ماتیس بزرگترین نقاش زمانشه. با اینکه رقیب هم بودن ولی دوستای صمیمی شدن. سال 1906 پابلو شروع کرد به کشیدن پورتره گرترود. کار سختی بود چون نمیتونست صورتشو درست بکشه. گرترود 80 بار مدل شد. تابستون که شد پابلو کار رو تعطیل کرد. بعدش تو پاریس سعی کرد صورت گرترود رو حفظی بکشه ولی نقاشی شبیه ماسکای بومی شد. پابلو قبلا ماسکای بومی و هنر اولیه رو تو موزه دیده بود و هیچ وقت از ایده گرفتن از چیزای مختلف نمیترسید. بعد از اینکه کار روی پورتری گرترود تموم شد، پابلو به این نتیجه رسید که لازم نیست حتما چیزی رو که میبینه بکشه. میتونه چیزی رو که تصور میکنه هم نقاشی کنه. این یه نقطه عطف بزرگ تو تاریخ هنر مدرن بود. سال 1907 پابلو یه نقاشی خیلی بزرگ کشید به اسم دوشیزگان آوینیون. 5 تا زن توش بودن که انگار سر یکیشون برعکس بود. تابلو به هم ریخته بود. مردم اون موقع انتظار داشتن تابلوها واقعی تر باشن. با کشیدن این اثر دید پابلو نسبت به نقاشی عوض شد. خودش هم میدونست داره قوانین رو زیر پا میذاره. منتقدین هم حسابی از این اثر نقد کردن. پابلو تا 9 سال بعد این اثر رو به کسی نشون نداد. ولی امروزه این نقاشی رو اولین اثر هنری مدرن قرن 20 میدونن. فقط یه نفر سبک پابلو رو واقعا دوست داشت. صاحب یه گالری نقاشی که دوست صمیمی پابلو شد. دوست صمیمی دیگه پابلو هم یه نقاش به اسم ژورژ براک بود. پابلو و براک مثل هم فکر می‌کردن و هر دو تحت تاثیر نقاشی‌های پل سزان بودن. اونا 5 سال هر روز همدیگر رو می‌دیدن. براک میگفت اون و پابلو مثل 2 تا کوهنوردن که به یه تناب وصل شدن. براک و پابلو نقاشی‌های طبیعت بیجان، منظره و پورتره می‌کشیدن. اشیا رو به شکل‌های هندسی در می‌آوردن. سعی می‌کردن سوژه هاشون رو همزمان از چند طرف بکشن. پابلو میگفت من اشیا رو همونطوری می‌کشم که توی ذهنم تصور می‌کنم، نه اونطوری که می‌بینم. اینطوری با هم سبک جدیدی به اسم کوبیسم رو خلق کردن. نقاشی‌های کوبیسم پیکاسو شدن معروف‌ترین اثر پابلو و اونو به شهرت رسوندن. اولش مردم رو شگفت زده کرد چون تا حالا همچین چیزی شبیه اون ندیده بودن. ولی کم کم فهمیدن که دوستش دارن. جالبه که تو این سبک حتی از چیزایی مثل روزنامه یا تیکه پاکت هم استفاده میشد که بهش میگن کلاژ. سال 1906 برای پابلو خیلی مهم بود چون هنر سنتی و مخصوصاً مجسمه سازی آفریقایی داشت اروپا رو تسخیر میکرد. پابلو و ماتیس شروع کردن به ترکیب مجسمه‌های آفریقایی با فیگور انسان و الهام گرفتن از کارهای گوگن و سزان. پابلو تو سال 1917 به ایتالیا سفر کرد و تحت تاثیر آثار رافائل قرار گرفت.
کارهای آخرش ترکیبی بود از تمام سبک‌هایی که توی طول عمر هنریش تجربه کرده بود. تو این دوره مجسمه‌های بزرگی می‌ساخت و نقاشی‌های با رنگ‌های شادتر و احساسی‌تر خلق می‌کرد. همچنین از استادای قدیمی مثل گویا، دگا، مانه و ولاسکس الهام می‌گرفت. مثلا نقاشی ندیمه‌ها رو با الهام از کار ولاسکس کشید. پابلو سال 1921 یکی از بهترین آثارش رو نقاشی کرد. تابلوی سه نوازنده. اولش فکر می‌کنی فقط یه عالمه شکل رنگی روی دیوار هست. ولی اگه یکم دقت کنی می‌بینی 3 تا نوازنده نشستن دارن ساز میزنن. یکیشون شبیه دلقکه، یکیشون شبیه راهب و اون یکی هم گیتار دستشه. انگار نقاش می‌خواسته بگه تو زندگی و هنر همه جور نقشی هست. میرسیم به سال 1937 و شاهکار کوبیسم. گرنیکا مشهورترین اثر پابلو پیکاسو هست. تابلویی که فریادی از رنج و اعتراض به جنگه. این تابلوی بزرگ 3 متر و نیم عرض و 7 متر و نیم طول داره. گرنیکا اسم شهر کوچیکی تو اسپانیا هست که توی واکنش به بمباران این شهر که توسط نازی‌ها انجام شد به تصویر در اومده. حمله به گرنیکا در واقع یه تمرین نظامی بود تا نازی‌ها قابلیت توپخانه جدید خودشون رو آزمایش کنن. نمادهایی توی این نقاشی وجود داره. یکی از این نمادها گاو خشمگینه که توی این اثر سمبل فاشیسته. بزرگترین نقشی که توی نقاشی کشیده شده تصویر اسبیه که توی مرکز نقاشی کار شده. اسب وحشت زده نماد تلاش بی‌نتیجه مردم شهر در دفاع از خودشونه. چرا که مردم گرنیکا بدون در اختیار داشتن ابزارالات مدرن نظامی مورد حمله یه ارتش فوق مجهز قرار گرفته بودن. اسب‌ها که از قدیم همراه آدم‌ها توی جنگ بودن، نماد مقاومت و دفاع در جنگی نابرابرن. با اینکه رنج و وحشت تو چهرش نمایانه، اما همچنان سر خودشو بالا نگه داشته و انگار برای مردم مبارزه میکنه. این پیکره نماد مقاومت در برابر متجاوزه. تو قسمت پایین این اثر بدن تکه تکه شده یه سرباز دیده میشه که فقط سر و دستاش قابل دیدن هستن. سرباز تو یکی از دستاش یه شمشیر شکسته و یه شاخ گل جا داده. این شمشیر شکسته بیانگر ناتوانی مردم شهر در مقابله با ابزار جنگی مدرنه. از طرف دیگه شاخ گل که توسط یه نور احاطه شده مفهوم امید رو به زندگی نمایان میکنه. یکی از این عناصر توی این تابلو چشمیه که داخلش حباب شیشه‌ای قرار گرفته. این تصویر در بالای تابلو هست. طیف وسیع از معانی رو در بر میگیره. از نگاه خدا که همه این اتفاقات رو زیر نظر داره تا سلطه کینه‌توزانه فرانکو. کبوتر که به وضوح نماد صلح توی فضای کاملا تاریک نمایان شده و به نظر میرسه شکسته بال و در حال مرگه. از این رو برخلاف نماد شناخته شده خودش عمل میکنه. زخم نورانی روی بدن کبوتر هم نمایانگر امید و روشن موندن راهه. با نقاشی گرنیکا، پیکاسو وحشتش از سربازایی که اسپانیا رو تبدیل به دریای بدبختی کرده بودن نشون داده. به خاطر همین پیکاسو رو به عنوان نماد اعتراض به جنگ تو هنر مدرن میشناسن. پابلو 2 بار ازدواج رسمی کرد و در مجموع 4 تا فرزند داشت و 91 سالگی توی فرانسه از دنیا رفت. پیکاسو توی طول 78 سال فعالیت هنری 13500 نقاشی، 100,000 چاپ دستی و 34,000 تصویرسازی خلق کرد. امیدوارم از این پادکست لذت برده باشین. منتظر نظرات و لایکای قشنگتون هستم. تا ویدیوی بعدی، خدافظ.